پس که از شوهرم جدا شدم صاحب دو فرزند، یعنی زندگی در مشکلات ها بسیار اومد. برای همین به همین تشکیلات مراجعت کردیم. اول ما زنبور پروری مراجعت کردیم، ما را دستگیری نشد. بعد ما به هم خلاصه اومدیم که همین زنهای دیه را جمع کرده باید ما خلاصه اومدیم که همین قراردازی را پیشنهاد کنیم. ما قراردازی پیشنهاد کردیم، یعنی که برنامه ما قبول گشت. من میخواهم که همین زنهای همین دیه رو به همین درس آموزانم، صاحب کسب و کارشون کنم، در زندگی تنقشی نکشن. من روحان و سمیناز صاحبی 7 فرزند کی ندای شرایط مثال زندگی خینه ما مثال در همین کارخونه کار می‌کنیم که برای می زندگی مثال زندگی را پیش بریم. مثال میگم تا این وقت مثال دختر نمیتونستیم بازی خلاص کنیم. مثال ما اینا این معلمان ایشون دست مثال ما یاد گرفتیم مثال دختر هستیم. تمام ایزا رحمت و گلندام صاحب 5 فرزند دیگه میرزیون خیلی میندازی خود رو می‌نامیم که مقصد همی آموزگار همی چی ارتیلمون مقصد خیلی ما را دستگیری میکنه. ما ایرا میفروشم یگان مثال خیلی خوراکای پشوکای یگان چیز بر خونه من مثال درآمد میکنم. میندازی میکنیم که مثال این چیز یک دولت یک چیه که ما در جای دور دستگیری ما را کردن ما میندازی میکنیم. خیلی نمیدونم که اخساندی شدی اشکم ما چی بگیم که در کنجی گفته در آمدیم. فرزندم کسلی در همه جا کار درمدم که یا شرایط زندگی ما پیش برم. ایشون جدا شدم. ایش هنوز می ندارگی داریم که به همه کسب کار دعوت مکد می نداریم. اگر داریم هم احنا را داریم جورا بخومیری می بفیم گل دوزی مینیم خراق می دوزیم هم احنا را داریم جای چی نداشتیم. ما از بس که در این دهه ما مکتب تا صنف 11 رو نیست ما در همین کاخ زندگی داخل شده تحصیل میکنیم. ما لایحه تشکیل کردیم با دستگیری یوسعید. همین لایحه ما عملی گشت و 10 زن صاحب جای کار شد که امروز 10 زن صاحب جای کار و فعالیت کرده است. امروز باشد بسیار سطح زندگیشون نقص‌تر شده است. روز به روز امکانیت پیدا شده است که اینها وای کنند سطح زندگی خود رو بهتر سازند.